شدیم شبیه امامزاده. هر کی مشکل داره میاد سمتمون، منتها تو خوشیاشون اصلا نیستن، گم و گورن. میدونی این مردم بیشتر قبرشناسن تا قدرشناس. دست ما نمک نداشت ولی زخمامون چه مرگمون بود که همش آرزوی بزرگ شدن میکردیم ها. درد و دل کردن با بعضیا مثل پر کردن خشاب تفنگیه که بعدن قراره به مغز خودت شلیک شه. برای هر کسی سفره دلمون رو باز کردیم، هم خودش خورد هم برای بقیه برد. میدونی مشکل چیه؟ مشکل اینه که تو دنیایی که ماهیاش همو به قلاب لو میدن، انتظار بیجا از آدما داریم. جای بعضیا تو کتاب جغرافیا بد خالیه، بد به عنوان پسترین نقطه دنیا. دشت ما اگر گرگ داشت نمی نالیدیم، نصف گله را سگ چوپان برد.